سلام به همه برابرش سایبر شادو. میرسیم به قسمت دوم از آموزش بیف، یک ابزار قدیمی و در این حال کاربردی برای سوء استفاده، سوشیال انجینیرینگ و هک. خب میگیم که آقا ما دانلودش کنیم، کل زیپش رو، یعنی کل این فایل ها رو. یه نیو ویندو باز میکنیم و توی دانلود منتظر میمونیم تا اینجا. خب چشین سایر اینو کپی میکنیم، کپی اینو کپی، وارد ترمینال میشیم، میگیم موو کن این رو به اینجا. حالا اگه ls بگیریم میبینین این هست. حالا میگیم که cd شما میشین هر سایتی رو انتخاب کنید. من گفتم چون لاگین اینستاگرام معمولا معروفه روی این کار. خب از اینجا موو میکنیم، هر چی که هست، هر چی که اینجا هست رو به کپی پیست، اینم از این. خب الان اگه ls بگیریم خالی، دو تا برمیگردیم عقب، ls میگیریم، rm dir copy paste و الان اگه ls بگیریم اینا. واس توی اسکرین شات هم دوباره فایل وجود داره که ما باید بریم cd اسکرین شات ls. خب اینا رو هم موو کن از اینجا، هر چیزی که هست رو به اینجا. cd حالا به جای cd rm dir ریموف کن. خب دیگه یک cd mg هم داشتیم، ls. خب موو کن هر چیزی رو که هست، حالا cd ls rm dir. اوکی. خب الان اگه ls بگیریم کاملا اوکیه، یعنی همه چی اونجوری که ما میخواستیم پیش رفته. readme.md بذاریم ببینیم این چیه، کپی کت کنیم و ببینیم چی نوشته توش، راهنما. خب ولش کنیم، انشاءالله کار کنه. کارم نکرد دیگه خودمون یه کدی می نویسیم. خب هنوز کار ما در واقع تموم نشده، ما الان اینا رو داریم، درسته؟ هنوز باید بریم تو کد HTML سایت، open this اینش کن، اینم از اینه. خب کپی، اوکی. میایم اینجا بزرگ میکنیم صفحه رو. اینا کدای HTML هم اگه بدونین خیلی خوبه و به دردتون میخوره.
تایتلش رو بذاریم اینستاگرام لاگین. اینجا هم پیست کنیم این رو. حالا آی پی مون اینجا باید بدیم که آی پی مونم باید ما میخوایم IF config بگیریم. 192.168.1.7. خب سیوش میکنیم، این رو خارج میشیم، سیو خارج. اوکی. خب حالا این انجام شد. حالا ما باید در چی ران کنیم؟ آپاچی سرور ران. آپاچی سرور چجوری ران میکنن؟ سیستم CTL استارت. آپاچی 2 چیش رو بزنم اینه چجوری استارت میشه. آپاچی 2 سیستم استارت. سیستم CTL سیستم آپاچی سرور سیستم بود. این ویدیو چقدر شده؟ خب من این دستور آپاچی 2 رو پیدا میکنم و بعد ویدیو رو با هم ادامه میدیم. من رو ببخشید، من دستور رو اشتباه اجرا کردم. آپاچی 2 من باید بذاریم اینجا سیستم CTL استارت آپاچی 2. الان آپاچی 2 ما سرورش اجرا شده و اگه ما اینجا بیایم کلیک کنیم 192.168.1.7 192 عجیب HTTP // بازم کار نمیکنه. اوپن لینک و اینجا رو میبینیم. خب حالا این چه ربطی به بیف داره؟ خب الان این که سیستم خودمونه، هک شده، سیستم خودمونه، اطلاعات هم دربارش شده. الان من از طریق گوشیم وارد میشم تا گوشی خودم رو هک کنم. 192.168.1.7 و قبلش حتما باید HTTP رو بزنید، چون جوری وگه فکر میکنه ادمین و سرچش میکنه، ولی شما باید HTTP // رو بزنید. الان باید شکل رو خاموش کنم، شکل خاموش کنم. و بله الان من بالا اومد. اگه هوکو این اندرویده، اطلاعات خیلی کاملی به ما میده و کامند به ما میده. اینا همه در واقع اکسپلویت به ما میده، ما میتونیم اکسپلویت روش اجرا کنیم و خلاصه که خیلی ابزار کاملیه دیگه. چون من نمیتونم کل این اکسپلویت داره
طور که میبینید نوشته هم که چقدر ممکنه اجرا بشه، چند درصدش ممکنه، چند درصدش ممکن نیست. الان کامرا رو بزنیم، مثلا این اکزیکیوت. میتونیم اکزیکیوت کنیم. میتونید کاربرد اینا رو خودتون سرچ بزنین، آسونه، من دیگه توضیح نمیدم. اینم از آموزش کامل بیف در 2 جلسه. ممنون که با ما همراه بودین. لایک و ساب فراموش نشه. خسته نباشید و خدا نگهدار.